سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به بهونه خرید برنج و قیمت برنج که الان بهترین ماه برای خرید کردنش هست، اومدم یکی از شهرهای شمالی کشور رو با شما باشم. پس با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. دوستان عزیزم، برای خرید برنج اومدم شهر محمودآباد، یکی از شمالی ترین شهرهای استان مازندران که یه قسمت عظیمی از این شهر زیبا رو به دریا هستش و پر از زمین شالیزار برای کشت برنج. اینم زمین شالیزاریه که اون قسمت که سرسبزه هنوز برنجش رو برداشت نکردن و این قسمت کاملا برنجش برداشت شده. خیلی از دوستان شاید بدونن که بهترین زمان برای خرید برنج میتونه همین ماه مهر باشه، یعنی اولین ماه از فصل پاییز، و یا ماه اکتبر برای دوستان خارج از کشور. امروز هم از شانس من بعد از 2 روز بارندگی شدید هوا حسابی آفتابیه و هیچ خبری از شرجی بودن هوا نیستش و حسابی خنک و عالیه. اینجام یکی از قدیمی ترین بازارچه‌های شمالی کشور هستش که وقتی وارد میشی بوی ترشیجات و میوه‌های تازه و سبزیجات تازه چیده شده حس خیلی خوبی بهت میده و با بو کردنش از اومدن به شمال کشور حتی شده برای 1 روز حس خوشایند میگیری. محصولات این بازار چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کیفیت بهتر از مغازه‌های سرراهی و کنارگذر مازندران هستش. به خاطر همینم اکثر افراد بومی و به اصطلاح مازنی سعی میکنن از این بازار مایحتاج خودشون رو تهیه کنن. همه شهرهای شمالی کشور به بازارهای محلی و دیدنی که دارن معروف هستن، جاهایی که خیلی از بومی‌ها محصولات و سبزیجاتی که خودشون درست کردن رو به فروش میرسونن. تو این بازار سنتی ماهی تازه، سبزی تازه، انواع ترشی‌های محلی و مرکبات و از جمله برنج که من به خاطرش اینجا هستم با بهترین کیفیت عرضه میشه. فروشنده‌های این مغازه با همون سادگی و صفای مردم شمال با اون گویش زیبای مازنی مشغول فروش محصولاتشون تو این بازار سنتی و حال خوب کن هستن که اکثر محصولات هم برای زمین و باغ‌های خودشونه. تو خانواده‌های ایرانی که خیلی هم مهمون نواز هستن، مخصوصا اونایی که خانواده پرجمعیتی دارن، یکی از دغدغه‌هاشون خریدن برنج هستش که طعم، عطر و خوشپخت بودن براشون مهمه برای خرید برنج، چون برنج شمال از سایر برنج‌های ایرانی خوش‌طعم‌تر و خوش‌عطرتر هستش.
با یه ها کردن و بو کشیدن میشه فهمید که برنجش در چه حد خوب هستش. دیگه بقیهش به نوع یه دست بودن برنج و از همه مهمتر قیمتش هست که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌های ایرانی خیلی حائز اهمیت هستش این موضوع. بریم یه دوری بزنیم و قیمت‌ها رو هم بررسی کنیم دوستان. هاشمی چنده؟ جان هاشمی 80. این 80؟ آره 80. این درجه یک زمین خودم. دودی چنده؟ زمین سمت این دودی چنده آستانه؟ این هم 80. آقا تارم اولیه چنده قیمت؟ اولیه 80. اولیش 75. تومن برنج تارم. چنده قیمت تارمه؟ میشه 85 میفروشم 10 کیلویی بخوام 80. یه سرم بریم بازار ماهی فروشا ببینیم قیمت ها از چه قراره. همینطور که از اسمش پیداست تنها محصولی که تو این گذر پیدا میشه ماهی هستش. اکثر ماهی هایی که تو این بازار محلی محمودآباد فروخته میشه صید روز هستن و حتی بعضی از اونها زنده فروخته میشن. اینا قزله؟ صوف؟ چنده؟ بزرگا یه دارم کیلویی 270، یه دارم کیلویی 390، یه دارم 450. سوپ دریایی بدون استخوان خودش هم ماهی خورد. وقتی بین ماهی فروشه راه میری اون گویش محلی و مازنی همراه با بوی ماهی واقعا حس خیلی خوبی میده دوستان. چنده؟ بریم یه دوری هم داخل بازار ماهی فروشا بزنیم. توی نگاه کنیم سوپ قزل دریا چنده؟ 225 سالمون داریم 270. سالمون ترینه 200 سالمون. برگردیم سراغ برنج که ببینیم کدوم نوعش توی مازندران بهترین هستش و علتش چیه. بهترین برنج تو مازندران مربوط به فریدون کنار هستش، چون تو تالاب این شهر و شهر سرخرود کشت میشه که به دلیل قرار گرفتن تو انتهای مسیر رودخونه هراز
و حضور پرنده‌های مهاجر تو زمستون و همچنین استراحت زمین کشاورزی تو 6 ماه از سال مرغوب ترین برنج مازندران رو داره و نسبت به دیگر برنج ها حدود 3-4 هزار تومان گرونتر تو هر کیلو از برنج. اما واقعا مگه میشه شمال اومد حتی شده برای یک روز اون وقت دیدن دریا نرفت؟ خیلی لذت داره قدم زدن کنار دریا و شنیدن صدای موجهای دریا که بسیار لذت بخش هستش. امروز هم روز جهانی کودکه و این روز رو به کودکای عزیز سرزمینم تبریک میگم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. با امید دیدار.